چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه به همراه مهدی دی جی. امروز اومدیم بریم سعی کن نخندی. جوانا تو لف. سلام بچه ها، چطورید؟ تو از کجا اومد؟ از اونجا. کجا اومد داخل؟ آقا لاغر زنگی میزنی میخوام بیام خونه. خب امروز اومدیم یه تراینا تو لف ضبط کنیم. بله. دوربینمون وارد اوکی. خب قضیه اینجوری که از تو گوشی ما چند تا جوک میخونیم، هر کی بخنده یه سیلی میخوره. سیلی محکم باید جنبه داشته باشی. بله جنبه که ایشون نداره. آی سنگ کاغذ قیچی کی اول بگه جوکو؟ سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. بشین رو هم. آقا حتی این نگاه، حتی این خنده حساب میشه. اصلا دندونت هم نباید معلوم بشه ها. بله الان نت هم برای ما بازی در میادن. ما تو کانال من یعنی 3 تا ویدیو جدید آپلود شده امروز. برید ببینید. با این سعی کن نخندی میشه 3 تا ویدیو. خب میگه یه مردی بوده. خب رو تو کن به بچه ها، من روم به بچه. یه مردی بوده که هر شب جمعه میرفته به زهرا و بالای یه قبر میشست و زار زار گریه میکرده و میگفته چرا رفتی و منو بدبخت کردی؟ بهش میگن این کیه که هر شب جمعه سر مزارش گریه میکنه؟ برادرته، پدرته، بچته، کیته؟ میگه هیچ کدوم، این شوهر اول زنمه. خب آشغال. هیچ. آقا نباید جبران کنی، باید بخوری. آی آخ آقا 2 تا زدی. آقا 2 تا آروم زدم. 2 تا آروم. خب بگی. خب بذار یه جوکه. دندونت نباید نمیشه. باش. رود به بچه هم. بهترین هدیه مرد به همسرش طلا نی بلکه توجه است و چی؟ اولش کنیم یه چیزی که میگم. کشتی در حال غرق شدن بود. کاپیتان سراسیمه پرسید کسی دعا کردن بلده؟ یه روحانی با افتخار گفت من کارم دعا کردنه. کاپیتان گفت پس شما برای خودت دعا کن، ما بقیه جلیقه نجات میدیم چون یه جلیقه کم داریم. آقا اونجوری نمیشه. آقا این داره عددن، منم میتونم. اوکی. منم میتونم اونجوری کنم. بچه ما یه ذره کم جوک میگیم که ویدیو وقتی زیاد نشه که زود آپلود بشه. خب بچه ما 2 دقیقه دیگه ویدیو رو تموم میکنیم. خب دیگه 2 دقیقه. دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده نباشید. تمام شد. هم کمبود ویتامین دی داره، هم شبکوری داره و هم کچله. تمام شد. خیلی تاثیر خیلی تکان دهنده بود. بره من خونه. شوهره به خانومش پیام میده گل سرخم سفره نهار آماده کن، یه رو دیگه میرسم خونه. وقتی میاد خونه میبینه خانومش غذاها و مخلفات و غیره را روی میز چیده و قشنگترین لباسش رو پوشیده و آرایش و غیره
شوهرش میپرسه خبریه، خانومش میگه عزیزم امروز برای اولین بار بهم گفتی گل سرخم. شوهرش میگه منظورم میدونه گل سرخ بود. بگی. مردم از خنده. بچه این کمبود عقل داره. جمود عقل. بچه یه لحظه ما الان میریم. خب بچه ها ما اومدیم. خانوم خیلی وقت بود رفته بود خرید. وقتی میرسه خونه به شوهرش میگه، به دوربین نگاه، به شوهرش میگه یه زنگی میزدی حالمو میپرسیدی. شوهرش اسمس های بانکشو نشونش میده، میگه پیمای سلامتی دائم میومد. تموم شد؟ نه خیلی تازه. خب بچه ها اینم از ویدیو سگ و نخندی بود. بله و الان تموم شده. بله و من باختم. بازنده هم باید آخرش یه چک بخوره. بابا خفه شو باید دیگه. بخوره دیگه، قانون بازی. گو میخوری چقدر. آخر بازی باید مجازات چی؟ بچه من پویسنه رو پاره میکنم. آقا پویسنه آخر ویدیو هست. زیر میزن. نه آخر ویدیو پویسنه هست. بابا چرا اینو آورد اینجا؟ نمیشه. بچه ها پویسنه رو برید ببینید. تا ویدیو بعد. ممنون از عزیزانی که در همراهی بابا تشییع خفه. جنازه من کمک کردن. تا ویدیو بعد. Goodbye my friend. بچه این پویسنه ویدیو امیدوارم ببینید چی کشیدیم ما. بله بله. او چرا اینجوری شد؟ بابا